تو این ویدیو قراره بهتون تمام نکات یه خورش بادمجون خوشمزه رو آموزش بدم. پیاز و نگینی خورد کنید، مقداری که آبش کشیده شد، بعد بهش روغن اضافه کنید. یه تفته کوچیک که خورد بهش پوره سیر و ادویه ها رو اضافه می‌کنیم. ادویه ها رو براتون تو کپشن نوشتم. بعد هم گوشت رو اضافه کنید که استخوان داشته باشه. من از قلم و مقدار گوشت تکه‌ای استفاده کردم. بعد هم رو با سرخ کنید و با گوشتتون مخلوط کنید. نکته مهمش اضافه کردن آبه که نباید خیلی زیاد آب به گوشتتون اضافه کنید. برای انتخاب بادمجون بهتر بادمجونایی رو انتخاب بکنید که قلمی و رنگشون مشکیه. سر بادمجونا رو مثل من نگه دارید، پوست بگیرید، نمک بریزید و تقریبا 2 ساعت توی آفتاب قرارش بدید. بعد خشک کنید و سرخ کنید. یه چند تا گوجه هم کنارش سرخ می‌کنید. حالا یه قابلمه برمی‌داریم، توش بادمجون‌های سرخ شده، گوشتایی که کاملا پختن، آب گوشتمون که خیلی خوشمزه است، گوجه و قورایی که 1 ساعت توی آفتاب بودن و نمک. خورش رو روی حرارت ملایم بذارید. 1 ساعت آخر بهش پودر هل و زعفران اضافه کنید و بعد از اینکه کاملا جا افتاد توی ظرف سرو کشیده و امضای آخرام پیاز داغ روشه. یک کت هم بذارید کنارش و تمام.